созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ аз ҷомеаи ҷаҳонӣ даъват ба амал овардааст که برای مبارزه بر ضد کرونا ویروس 675 میلیون دلار جمع‌آوری کنند. طوری گفته می شود یک قسمت این مبلغ برای کارکرد و آزمایش واکسینه ها صرف کرده خواهد شد. دیرکتور ژنرالی سازمان جهانی تندرستی تدروس آدانوم گبریئیسوس میگوید از مبلغی که برای مبارزه بر ضد کرونا ویروس جمع‌آوری می شود 60 میلیونش برای مبلغ گذاری سازمان و مبلغ باقی مانده در کشورهایی که زیر خطر ویروس قرار گرفتند و به کمک نیاز دارند خرج می گردد. با گفته دیرکتور این سازمان در صورت جمع‌آوری نشدن مبلغ بعداً حجم خراجات خواهد افزود. باید گفت که علاقه علمای بریتانیای کبیر درباره کامیابی‌هایشان در این سمت خبر دادند. طبق معلومات مواد دارویی 3 سال نموده آنها قریب که برای آزمایش در بدن حیوانات آماده است. کارکرد داروی ضد کرونا ویروس در دیگر دولت‌های دنیا نیز ادامه دارد. اما تا سنجش مواد دارویی متخصصان کرانتین را واسطه مهمی پیشگیری از پنهشوی بیماری می‌دانند.